بگو جواب ده ملا، چرا در احد باختیم؟ شما البته خوبتر میدانید رئیس. یعنی یک توکل کن، شاید به غلبه بر وقت باور کرد. گپ را گوش نکردیم ملا، گپ را اطاعت نکردیم. باز فکر نکنید که آنها را طعنه دارم. آنها تاجی سری مایند. سخنهای من به خودم تعلق دارم و به تو. درست است. این موضوع را از اول حق میکردید رئیس. خدایا خداوندا، دلم به آن واقع ها میسوزد. آن روز یک مرد بندگی کرد که تا حال دلم میسوزد. آن روز تمامی دلیران در میدان بودند. حمزه، علی، عمر، همه اشان مثل دانه مروارید در مقابل دشمنان یک قطار ایستاده بودند. همه اشان از خدا التجا داشتند. ای خدا میگویند کما اجازت ده در لشکری رسول الله جان دهیم. پیغمبرمان یک به میدان نگاه کردند. رسول الله باید نگاه آدم را میفهمیدند. دیدند که حلیل گویلی آن وقت حالا استانبول از آن ما نبود، ولی مرد بودنی آن کس را رسول الله میدانستند. البته میدانستند. مادران نیخل جسوران رو به دنیا میارند. ما باشد خود را جسور حساب نکنیم. پیغمبری خدا گفتند تپه را اشغال کنیم. کمانوران را روان کردند. جسدهای ما را زاغ‌ها پاره کنند، هم اینجا را ترک نکنیم. بعد چنان جنگ آغاز شد که گویا قیامت باشد. لشکر با ندای الله الله پیش میرفت. یا حربیان با جنگ و زد و خورد به خود راه بکشادند. لشکری دشمن باشد قریب شکست میبود. رو به گریز نهادند. کمانوران فکر کردند که کار تمام. بعد خالد بن ولید از تها حمله کرد. انا آن وقت وضعیت دیگر شد. شیر خدا حضرت حمزه شهید شد. حمزه حیف شد. حیوان حمزه شهید شد. نگاه کنم مردی که شیر میگفتند در میدان جنگ مثل شیر دراز کشیده. او را ابرها حمایه میکرد. کوه، سنگ، پرنده ها، حشرات ها ماتم گرفته بودند. شیر خدا در آنجا شهید شدند. شیطان بیکار نیستم مگر. ای کاش در آنجا می شدیم. و ما دست دادید رئیس. و ما آدمی خام نه، آدمی پخته لازم. انسان را خام بودنش به ضرر است. انا همین طور. چیزی که نگویید. انسان این تا وضعیت را حذف کرده نمیتوانسته است. با بیننده چی میگوید؟ هر کدام آنها را
وحشی گویم مسلمان شد، هند هم مسلمان شد، خالد بن ولید هم مسلمان، هم پرچم اسلام شد. هیچ وقت این تا فکر نکرده بودم رئیس. فکرا من در آنجا هستم. انا همین تا. ای آفرین، ای آفرین.